در مورد کوینفو مربوط به هنر رزمی چینه. اصل کوینفو به یه مکانی به نام معبد شاولین برمیگرده. تو معبد شاولین کیا کار میکنن؟ راهبا. راهبا برای سلامتی و دفاع شخصی کوینفو کار میکردن. اولین معبد شاولین یه جایی بود که تو سال 377 قبل میلاد فکر میکنم تو یکی از استانهای چین ساخته شد. تو سال 527 قبل میلاد یه شاهزاده بودایی به نام، اگه اشتباه نکنم، بودیدرما یا دامو، رفت چین برای تعلیم مذهبی و رفت داخل معبد راهب‌ها یا معبد شاولین. دید که راهبای این مکان ضعیفن، بیمارن. این آقای دامو برای تقویت راهبا خودش رو توی یه اتاق به مدت 9 سال برای فکر کردن و تفکر حبس کرد. خیلی ها. نهایتا چی شد؟ منجر به پیدایش یی جین جینگ یا یه سری تمرین تقویتی و انرژیزا یا همون هنر رزمی شاولین یا کوینفو شد دیگه. کوینفو در اصل اینجوری به وجود اومد.